در شب نکاح در نکاح تو چی زلال دارد؟ زلال دارد که وقتی که اون زنی که می آید یک سوزن در دستشو از پشت همون کستومی تو دختن میگیرد، انا این خرافات ها در نکاح تو زلال دارد. این طفلی هایی که در پاها چون می پوشند در همین گویم که نکاح در شب نکاح، انا اون طفلی که در پای دارد و بدر نمیکند، انا این در نکاح تو زلال دارد. یا در شب نکاح بعض جوانهای بی فراست و بی عقل وجود دارد که شب نکاح نوشیده به نکاح می آید. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. ابو حنیفه یکی از نمازهای نافله به شمار می رود، یعنی به خواندنش ثواب و به نخواندنش گناهگار نمی شوید. برای همین سجده سهو در نماز نافله اگر کنین درست می شود، اگر نکنینم گناهگار نمی شوید. السلام علیکم ای واعظ راه الله، خدا نگهبان شما باشد. من طالب علم مدرسه شهر قرغان تپه الان در شهر کولاب تحصیل علم دارم و خواهش دارم که شما که با این سوال من جواب گردانید. من در آینده نیت دارم که 40 روز در خانه نشسته با عبادت مشغول شوم. صحیح بودن این را به من فهمانید که برای کیها روا است و برای کی نی. برای آن که چی کاری هست که چی طالب علم یا کسی دیگر من دیدم که می نشینند 40 روز، یعنی چیله میگویند در ما و شما. چیله نشستن این در دین اسلام نیست برادرای عزیز، زیرا که انسانی که در چیله می نشیند تصور کنید که وای نه نماز جمعه می خواند، نه نماز 5 وقته که سنت مؤکده حبیب خداست این هم ترک میکند. و دیگر این که هر یک بنده خدا امروز وظیفه دار است که باید چی در خانه خود چی در همسایه‌داری خود باید مردم دعوتی بر اسلام کند و از این نعمت ها محروم میماند. از این خاطر باید که چیله نشستن در ما نیست. حبیب خدا میگن من شذ فی النار، کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. کسی اگر تنهایی را دوست دارد، کسی اگر از مردم جدا شدن برای خود نغز بیند، وای تنها آتش دوزخ برده می شود. یعنی هیچ وقت باید علیکم بالجماعه. حبیبی خدا میگه دائم شما را ای پیروانم تأکید میکنم که فقط با جماعت باشید، فقط با مردم باشید، هیچ وقت تنهایی را برای خود انتخاب نکنید. از این خاطر دادر عزیز می تواند که هیچ وقت چیله را برای خودش انتخاب نکند که این چیله نشستن از دین اسلام نیست. سلام داملای عزیز، با این سوالی من جوابی پوره دهید. یک همسایه ما نان و آب ندارد
قرض کرده و از قرض میکند و از قرضدارها میگریزد و نان و آب میدهد. شما با این کار چی گفتنی دارید؟ سری این کارها را چگونه بگیریم؟ ما در این موضوع صحبت داشتیم که برادر عزیز، الله در قرآن میگوید صدقات برای فقرا هست. یعنی صدقات باید ماها کیها را دهیم؟ آدمای فقیر را دهیم. امروز عکس شده است. آدم فقیر آدمهای بای نان و آب میدهند، تا جایی که بایها خیر احسان نسبت کمبغل ها داشته باشند. امروز کمبغلی که صاحب یک سوم یا نیم سوم می شود در حال دیگر راست میکند، آب و نان تشکیل میکند و مردم سیر و گرسنه را نان میدهد. شما الکی گوییم که آن چیزی که سفارش پروردگار است انجام دادن ایستاده ایم، یعنی انجام نداده ایم. زیرا شما خود مستحقین، یعنی شما باید که خود صدقه خور باشین، شما باید صدقه دهنده نباشین. اسلام هیچ وقت دستگیری نمی کند آن نان و آبی را که از نارسایی باشد. قرضداری کو یک طرف، این آدم قرضدار کو تماما حق ندارد که خیر احسان کند، لیکن آدمی که شرایط نداشته باشد برای او خیر احسان کردن در اسلام جایز نیست. امروز باور کنید بعضی برادرها بر ما زنگ میزنن از دولت‌های روسیه، از همه دولت‌هاش. داملای عزیز دعا کنید که ما بیمار هستیم در حق من دعا کنید. این بیمارها بیچاره به یک حالت خیلی مشکلات 4 سوم صاحب میشوند، همین خانه در رسیدن برابر که الله که خیر احسان سر میشود. بیچاره حالی پای قدم کرده است تا از راه دور آمدی گفته دیگر وای اهمیت نمیدین که به کدام حالت آمده است، در کدام صورت است. خیر احسان چندین بار گفتم، فقط برای شما این قدر میگویم که شرایط دارین خیر احسان کنین، ندارین خیر احسان نکنین که شما گناهگار میشوین. و آن برادرانی که در این مسئله ها گویم مردم دقت میدهند، طعنه میکنند چرا تو خیر احسان نمیکنی، اگر همون آدمی را که طعنه دارد دقت میدهد کمبغل باشد، این برادر در نزد خدا گناهگار میشود. ما و شما حقوق نداریم که بنده هایی که بیچاره شرایط ندارند ما و شما با آنها دستورات خیر احسان دهیم. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، سوالی دارم، خواهش میکنم جواب گویید. مسئله اسراف کمی روشنی میانداختید. کسانی که اسراف کردند اسرافکارند، چگونه گناه است؟ خداوند در قرآن در باب اسراف ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا میگوید شما بنده های خدا اسراف نکنید، زیرا که پروردگار اسرافکار دوست نمی‌دارد. اسرافکار برادر شیطان است و شیطان در نزد پروردگار کافر است. کسی اسرافکار است برادر شیطان است و خدا گفته ایستاده است که شیطان در نزد الله کافر است. در دیگر جای قرآن خداوند برای ما و شما سوره اسراء هست میگوید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما خورید و نوشید اسراف نکنید، بخورید بنوشید اسراف نکنید. حتی صاحبان تفسیر میگویند که انسان وقتی زیاد میخورد انموق زیاد خوردنش اسراف است. وقتی آدم میگوید عقلش فقط در همین بهتر کردن دنیا صرف میکند و فکر آخرت نمیکند، حتی صرف کردن عقلش همین هم از اسرافیات است. باید ما و شما در اسراف هیچگاه راه ندهیم. خداوند در سوره ابراهیم میگوید و استعذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذاب لشدید. اگر شما در نعمتهای خدا دادگی شکرانه کنید به قدر آنها رسید خدا زیادش میکند، لیکن اگر شما در دادگی پروردگارتان
خراجات کنید، اسراف کنید، بی پروایی کنید، عذاب پروردگار بالای شما سخت است. این امروز ما و شما ببینید در خاندان ما چه از چراغ‌ها را، چه از آب، چه از گاز اسراف میکنیم، پروا نداریم، رفته ایستاده است. ما و شما فکر نمیکنیم که انا همین خراجات هایی که در اینها شده ایستادن، همین هم در عبادت ما زلال داره، همین هم در بندگی ما زلال داره، همین در ما و شما در نزد خدا گناهکار میشویم. السلام علیکم داملا، من برای انگشتی سبابه به مولای خودمان بحث کردم. او به من گفت که دیگر از قفای من نماز نخوان که من امامتی تا قبول نمی کنم تا چلیک برداری تا بس نکنی. من چیکار کنم داملای؟ برای از پس یک داملای با فهم بخوانا که همه داملایی که برداشتن همین انگشت که من کنه و امامتی را که قبول نکند، الحمدلله امروز پر از داملای میفهمیدگی. روای پس یک آدمی میفهمیدگیش اقتدا کن. داملا چه حق دارد زیدی حدیثی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد میکند؟ چه حق دارد؟ چه حق دارد وقتی که کردار امام ابو حنیفه را قبول ندارد که حضرت امام ابو حنیفه را در کتابها برداشتن انگشت در حالت اشهد ان لا اله الا الله دا برداشتن شد وصف میکنند، تاریخش بیان میکنند؟ چه حق دارد امام که خلاف کردار امام ابو حنیفه رفتار میکند؟ پس یک امامی با فهم و با علم نماز خواندن بگیر. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من مخلص شما هستم و در نمازهای جمعه اشتراک میکنم. یک سوال به شما دارم. همین مسئله انگشت برداشتن ده کدام نبردارین بردارین، کدام نمی بردارین، حق ندارین که پهلواتون ملامت کنین، حق ندارین. حق نداشتن تان به این خاطر است که شما حدیث های رسول اکرم اعتراف نمی کنین. در این باب تا 35-36 حدیث صحیح در باب برداشتن همین انگشت است. مامای من از 2.5 سالگی نابینا شده است، نماز نمی خواند و پای به طهارت هم نمی رود. او هر چند کوشش میکرد که نماز خواند لیکن خواندن نمی تواند. شما چی گفتنی هستی؟ البته باید که نماز این عذر ندارد، باید که حرکت کند، یعنی از دهان همو فرزندهاش آموختن سوره ها را آموزد. اگر این قادر نشد بعدا به همون اشاره های طریق نماز خواندنش عملهاش انجام دادن بگیرد، انشاءالله همون هم در نزد خدا نماز به حساب می رود. بابای حاجی میرزا خدا یار و مددگارت باشد. یک سوال دارم. آیا در شب نکاح موی سر داشتن برای مرد به نکاح ضرر دارد یا ندارد؟ یعنی در شب نکاح امروز جوانهایی هستند که موی سر دارند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید من کان له شعر فلیکرمه، کسی از امتان من صاحب موی سر باشد بایستا که موی سرشان تازه نگه بدارند. حبیب خدا هم موی سر تراشیدن هم موی سر گذاشتن. برای همین هم تراشیدنش سنت میگوییم هم گذاشتنش سنت میگوییم. فقط کسی که موی سر دارد باید موی سرش تازه و پاکیزه نگه دارد. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلل و نقصانی ندارد. کسی دعوا میکند دعواش اساس علمی ندارد. برای همین اینا گفتنی هستم که دادر عزیز در شب نکاح، در نکاح تو چی زلال دارد؟ زلال دارد که وقتی که اون زنی که می آید یک سوزن در دستشو از پشت همون کستومی تو دوختن میگیرد، انا این خرافات ها در نکاح تو زلال دارد. ببین طفلی هایی که در پاها چون میپوشن در همین گویم که نکاح، در شب نکاح انا اون طفلی که در پای دارد و بدر نمیکند، انا این در نکاح تو زلال دارد. یا در شب نکاح بعض جوانهای بی فراست و بی عقل وجود دارد که شب نکاح نوشیده به نکاح می آید، عرق می نوشن برای شرم و حیاشان پرد تا که در نکاح شرم نکنن. آیا تو نمیدانی
الحیا شعبة من الایمان پیغمبر گفته است. حیا این خودش نشانه ایمانداری است. وقتی تو حیا را از وجود دور میکنی معنای این را دارد که تو ایمان از بدن جدا کرده. انا اینا در نکاح شما زلال دارد. در نکاح شما این 10 ماشین و 20 ماشینه که صرف و خراجات های بی معنی میکنین، انا این در نکاح تو زلال دارد. در نکاح تو اون دختری را که تو فتح پشانیدی و تمام بدنش یار و رفیق تا نشان دادی، انا این در نکاح تو زلال دارد. آن دختری را که تو پیش بزرگوارها میبری که این بیچاره ها از آمدن این عروسی تو ناراحت میشوند، انا این در نکاح تو زلال دارد. انا پیش این اسراف ها را، پیش این نامعقولی ها را بگیر، نکاح تو بی زلال و بی زیان میشود. این موی سر داشتن در نکاح هیچ زلال زیانی ندارد. شبه که میاری خواهر تقتی مردکای بیگانه عررش میکنی و تا 2-3 شب مردم انا میمانی که خواب کنن، انا در نکاح تو انا اینا زلال دارد. انا پیش زلال اگر خواهی که بگیری مرحمت، انا این گفته خدا و پیغمبرت است. بابای حاجی میرزا ما از دوشنبه این سوال را به شما داده ایستاده ایم. آیا نسبت قبر را آرا و تارا زیب و زینت دادن از نگاه اسلام چگونه است؟ ما دیروز زمین بین عصر شاه در همین بین قوم خودمان فهمانده دادیم. برادرای عزیز، احترام پدر و مادر، احترام برادر، احترام خواهر به زینت دادن قبر معلوم نمی شود. این نشانه اون نیست که تو نسبت پدر و مادرت احترام کلان داشته که بالای قبر پدرت چیکار کردی؟ قصر و قبله کردی. این دروغ است. پدر و مادر احترامش این است که در دنیا تو اونها را بار نگذاری که غمگین شوند، چه از پوشاک، چه از پول، چه از خوراک اونها را تأمین کن. اونها را مثل که فرزندها تا نوازش بکنی اونها را نوازش کن. پیش پدر و مادرت در حالتی در آمدن از جاد بخیز، خوش آمدی بکن. انا این احترام پدر و مادر را نشان میدهد. قبر پدر و مادر تا اگر از طلا کنی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، این هیچ معنای فرزندی و گویم احترام فرزندی را نشان نمیدهد. در اسلام آرا و تارا دادن قبر حرام است. حبیب خدا میگوید حتی شما بالای قبرهاتون گچکاری نکنید. در حدیث ها میگه در بالای قبر ننشینید، بالای قبرتون در چیزی ننویسانید. اینها را اسلام ما و شما حرام میداند. حتی در اسلام فقط رخصت همین است که یک سنگ عادی برده بالای قبر میگذاریم تا که فرزندها ما خبر دیم که همین قبر پدرت است یا مادرت است یا برادرت است. یک نشانه. حتی همون رشاتکه هایی که در اطراف قبر میمانیم اینا اسرافن، حرام است. ما و شما گناهگار میشویم. کجا جایی که این قصرهایی که در بالای قبرها میسازیم؟ حتی بینین همین مختصری که ما و شما امروز تاجیکستان میخوانش، کتاب مختصر قریب 70-80 تا شرح دارد. در همین کتاب جنازه چی میگوید؟ میگوید که و کوریه الاجر و الخشب، اگر در لحد شما غشت پخته گذارین یا در لحد اگر چوب گذارین، این حالت در این عمل شما مکروه است. شما در نزد خدا گناهگار میشوید. به چه خاطر؟ به خاطری که برای غشت پخته و این چوبی که در لحد میگذارید آدمای زنده احتیاج دارند. باید در لحد غشت خام باشد یا چیمی که میگویم همون سبزگاری هایی که ما و شما کنده و در قبر میچینیم، انا همون زیب قبر دارد. فتوای خلاصه را تماشا کنین، میگوید که قبر دویم باره کندن در اسلام اجازت نیست. اینا بعضی آدما قبرهاشون از اونجا میکنن اینجا میارن، اینا اسلام رخصت نمیدهد. لیکن اگر همون گورکاوها ساعتشه یا بیل یا کرته یا چیز از ظرف دنیا را در داخل قبر فراموش کرده باشد، اینجا اسلام رخصت میدهد که دویم باره قبر کنین و همون چیزی که زنده ها احتیاج دارن بیرون قبر کنین. ببین تا این صورت اسلام اجازت نمیدهد که در قبر چیزی از اسباب دنیا ضایع شود، پوسیده و نابود شود. برای همین از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که شما
بالای قبرها دا بنا نکنید، بالای قبر برای خودتان سجدگاه جای نماز قرار ندهید. اینا را در حدیث ها رسول اکرم حرام خواندگی هست. گفته اما حضرت مولوی جنونی که اگر گورد همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. این چی فایده دارد بالای قبر تا اگر از تمام میگوییم که بهترین مال دنیا آرا و تارا دهنو، لیکن داخل قبر اژدهار داشته باشد، داخل قبر راحت نداشته باشد، این چی معنی دارد؟ آن پول شما در یتیم خانه ها، در همسایه داری هاتون، در مکتب ها برده انشاءالله اگر صرف کنین، این در روح پدر مادر شما شاد می شود. اجازت نیست برادرای عزیز در بالای قبر بغیر یک سنگ عادی حتی کتابت نویساندن ممکن نیست. السلام علیکم. حضرت داملا یک پیشوا داریم که دایم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بارد راست نمیستد، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد. وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگوید لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا. اگر شما میدانستین که طلبیدن چند قدر بیناموسی است، بیعاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای طلبیدن نمیزدین. لیکن افسوس که این طلبیدن شخصان برای خود اختیار کردن که ناموس ندارن، اونا گویم حیا ندارن. برای همین ما و شما حق نداریم که گویم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن، بعد من در کار بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده من بالای همه شما گویم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود ندارد. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی بعد وایما میکنند نمیتی، حقی مرا نمیتی، حقو گویا که تمام یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد. برادر عزیز باور کن، نترسین، این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید طلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه‌هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن، اونا را شما پول ندهید؟ به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او طلبیدن میموند و آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد. با همین راه طلبیدن الک عادت میکند و دیگر در مکتب نمیخواند و دیگر مکتب هم که رود تمامی حش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز طلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش همه گویم حشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردن. میبینن که مردم قبرستان میرود، در نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمع روند تا که با اونها پول دهین. شما ندهین بر اونها پول، اونا را شما خودتان طلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاده، شما میبینید روز بر روز زوادها باچیده ایستند، روز بر روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکند؟ ما و شما که وقتی که فقط طلبنده تیار کنیم، همین طلبنده هایی که امروز داریم کتکت هایی که هستند، مردم هم میترسانن که حقی ما را بده، نمیتی خیلی میبینی همیناش بسند. ایناش بیا ما و شما طلبنده نکنیم. ایناش بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستند. طلبیدن حلال نیست برادر عزیز.
این ملاگی رو باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، با خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عمل ما از برای خدا باشد. باید چی ملا باشد، چی شیخ باشد، چی ایشان باشد، چی فلانی زاده باشد، باید امروز فقط خدمت اسلام کنند، نه برای مبلغ. اگر تو در راه خدا خدمت کن، الله خودش در قرآن میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این پروردگار میگوید ای انسان، تو از پروردگارت بترس، در راه پروردگارت خدمتگار باش، چنان رزقت میتون که در گمانت نیست. آنقدر مبلغ و پول از هر راه برای تو میارم که در فکر در خیالت نیست. این وعده پروردگار است. همین انسانایی که امروز خدمت پروردگار میکنن، به طلبیدن روزشان الحمدلله که رفته ایستاده است. برای همین ما و شما این طلبیدن برای خود اختیار نکنیم. این برادر ما هم حق دارد که برای این گونه پیشوا حق جدا نکند. هیچ وقت حق جدا نکن. از دوغ و پوپیسش هم نترس. انشاءالله تو در نزد خدا از این دیده با قدر تر هستی. با آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اینجا در یک سوالها را خیلی دیگر میگذاریم، زیرا جمعه آینده من در باب صبر در مصیبت که خیلی از برادران اینجا از ما طلب کردن، من صحبت میکنم که صبر در مصیبت و صبر در معصیت، از معصیت چی معنا دارد. من برای شما انشاءالله اینا بیان میکنم. خیلی موضوع لازمی هست برای امروز ما و شما. جنازه بابای ولی 30 سامان. بابای ولی خدا رحمت و مغفرت کند، یکی از عضو همین جماعت ما بود که در همین محله زندگی میکردن. فرزندای خدا را شکر که با نماز دارد. بابای ولی 30 سامانی روان کردن که در حقش دعا کنیم. بابای احمد 10 سامانی. بابای حاجی زین الدین 10 سامانی. برادرمان استاد سبز علی و بحرالدین باباجان که برای همین مناره را تعمیر کردند، امروز مهنت کردیستند، در حق اینها گفتن دعا کنید. در حق پدر و مادرم دعا کنید. حاجی سید حامید از کوهدامن 10 سامانی. بابا خان از کارز در حق مادرم بیمار از گفتن دعا کنید، 10 سامانی روان کردن. خدای مهربان این بنده هایی که الحال نامگیر شدن، خدایا گذشتگی هاشون رحمت و مغفرت بگردانی، زنده هاشون خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که در دلشان دارند خدای مهربان با فضل و کرمت برآورده بگردانی و تمام آن بندگانی که در این صندوق خیریه که امروز برای بهبودی همین مسجد صرف شده ایستاده است خیر احسان میکند. خدا این خیرها را به درگاهت مقبول و خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. یک گروه جوانها امروز از ما طلب کردند که در حقمان دعا کنید که در سفر و در روسیه کار میکنند. خدایا همه مسافرها را از این جمهوری ما را خدایا صحت و سلامت نگه داری و با تن صحت و با دست پر و خاندان برگشتن در موفق شان بگردانی. آمین و رب العالمین. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما این داده را نمیشناسم، لیکن از اون بی نهایت غلط میخونده است. من مقصد از آن گفتن حبیب خدا میگوید اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون. گردنی که از همه گردنی بالاست در روز قیامت، گردنی کسی که اذان میدهد. در روز قیامت از همه گردنها بالاترین گردن نصیب شخصی هست که اذان میدهد، لیکن اذان درست دهد. در کجایی که اگر مؤذن ها باشد باید که شما اذان هاشون همون پیشواهایی که دارین اذان هاشون گذرانن. این بچه از این مسجد ما نیست، خیلی من نشناختم اذان گفتن، لیکن اذان بی نهایت اذان غلط است. برای همین کاری کنید که در هر جمعه بسیاری مسجد ها میریم اذان میدهن، اذان هاشون همه غلط است. اکثر مسجد ها اذان غلط میدهن. این بسیار یک معنای کلان میدهد.
در اذان گفتن هم خوف کفر است. وقتی اگر نادرست اگر ما و شما اذان میدیم، این علم اسلام علم عادی و آسان نیست. هر یک تلفظ این، هر یک تشدیدی که در داخل این هست به خودش معنا دارد. الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالإحسان ونور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح صدور الصادقين بشرح الهداية والعرفان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العوف والغفران ونشهد أن محمدا عبده ورسول سيد الرسول وحبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الموصوفين بالعدالة والإحسان، خصوصا على الإمام الهمام أول صحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق بعلو المرتبة كمال الاقتران، وعلى الإمام عمر الفاروق فرق بين الحق والبطلان، وعلى الإمام الهمام عثمان ذي النورين جامع القرآن، وعلى الإمام الهمام علي الرزي الوفي بتوافر الفضل والأمنان، وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. يا أيها الناس قد جاء في الخبر احفظوا ألسنتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. چگونه در خبر آمده است گفت احفظوا السینتکم. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ای پیروان قرآن، ای مردم تاجیکستان، پیغمبر خدا خطاب دارد، زبانهاتان نگه دارید، زبانهاتان محافظت کنید. گفتی حضرت مولوی جنونی زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضبها می شود مار. گزد ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. این زبانهاتان نگه دارید میگوید. این زبان آدم مسلمان باید زبان طعنه کننده نباشد. زبان آدم مسلمان زبان غیبت گوینده نباشد. زبان آدم مسلمان و مؤمن و زبان انسانی که جمعه میخواند، 5 وقته میخواند، در خانش قرآن دارد، دعوای اسلام دارد، باید زبان او زبان دشنام کننده نباشد. حبیب خدا میگوید سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. کسی یک مسلمان میکشد کافر میشود، کسی یک مسلمان دشنام میدهد فاسق میشود. امروز این امت بی‌پروا در هر یک لحظه، در هر یک ساعت زبان ما و شما آلوده دشنام است. فرزندها مانالی کودکای در کوچه بازی دارند، الک زبانهای دشنام آلود دارند.
بار اما و شما پدر و مادر همو فرزند در خانه یک بار گوشتا و هم کنه میتونیم بچم در کوچه کی برآمدی دشنام نته. یک بار بچه تا بفهمون که در تو فرزند مسلمانی یک چیز گناه میگن، یک چیزی دیگر ثواب میگن. اگر دشنام دهی بچم تو گناهگار میشوی، اگر زبان تا نگه داری و با رفیقات دشنام ندهی تو ثواب میگیری. اینا هر یک کدام ما شما وظیفه پدر و مادر همین است. شما در همون خوردیش که وای ادب نکردید کی دیگر آدابش میتین تو مثل زمانی که کلان شود و خودتان دشنام دهد. درختی که خوردکک بود باغبان بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلام باز نتواندش که از کجی و خمی بگرداندش. این درخت که کلان شد دیگر شما این درخت پایه زدن نمیتونید.